الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این کتاب مبارک الاصول الثلاثه، اصلهای سگانه که دانستن آن برای هر یک مرد و زن لازم حتمی است، از این کتاب مبارک ما در اصل اول قرار گرفتیم که اصل اول در بیان پروردگار تو کیست سخنرانی کرده بودیم. در درس گذشته بود که ما در اینجا در بیان نوعهای عبادت قرار گرفتیم، در بیان نوعهای عبادت در این اصل اول قرار گرفتیم و بیان کرده بودیم که بزرگترین چیز الله سبحانه و تعالی بر بندگانش امر کردگی است، این توحید الله سبحانه و تعالی است. این توحید الله سبحانه و تعالی است و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی ما را از آن منع کرده است، این شرک کردن به الله سبحانه و تعالی است. شرک کردن بر او سبحانه و تعالی است. پس ما در درس گذشته با همراهی شمایان در این موضوع قرار گرفتیم. بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما امر کرده است این توحید الله سبحانه و تعالی است و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی ما را از آن منع کرده است این شرک کردن بر او سبحانه و تعالی است. سپس قول ابن کثیر رحمه الله تعالی بیان کرده بودیم و سپس بعد این موضوع امروزی که ما در اینجا در این باب باید صحبت نماییم، این نوعهای عبادت. برای همین مؤلف رحمه الله تعالی می‌فرماید که قال رحمه الله تعالی و رحمه الله تعالی مؤلف یعنی فرموده انواع العباده، یعنی بعد از اینکه مؤلف رحمه الله تعالی حکم عبادت رو برای ما درس گذشته بیان کرد و حالتهای آن را ذکر نمود و برای ما حالا باشد از این نوعهای عبادت مثال ها می آورد، برای ما از این نوعهای عبادت مثال ها می آورد. انواع العباده می فرماید، یعنی که نوعهای عبادت، انواع جمع نوع است، انواع جمع نوع است، یعنی که به مانند مثال ها یا که صنف ها گروه ها تقسیم می شود. انواع العباده یعنی آن نوعهای عبادتی که خاص الله سبحانه و تعالی قرار داده شوند با فروتنی و بیچاره حالی و آن نوعهای عبادتی که الله سبحانه و تعالی ما را با آن امر کرده است، ما این نوعهای عبادت رو تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بدهیم. پس انواع جمع نوع بود است. پس نوعهای عبادتی که ما از برای الله سبحانه و تعالی باید قرار بدهیم خیلی بر کثرت زیاد هستند. ما بعضی از این نوعها رو برای شما ذکر می‌نماییم در این درس امروزی قرار داریم. نوعهای عبادت یعنی آن عمل‌ها و سخن‌هایی که انسان باید خاص الله سبحانه و تعالی قرار بدهد. خاص الله سبحانه و تعالی باید این نوعها را قرار بدهد. چی ان همین نوعهای عبادت واجب باشند در حکم وجوبیت، در حکم فرضیت داخل شوند، چی مستحب باشند. چون نوعهای عبادت هستند که انجام آنها واجب است، نوعهای دیگری از عبادت هستند که انجام آنها این مستحب است. پس از بزرگترین نوعهای عبادت این اسلام و ایمان و احسان است. از بزرگترین نوعهای عبادت این اسلام و ایمان و احسان است که دین اسلام بر این قائم شده است. دین اسلام بر این سه اساس عظیم قائم شده است که در این مورد باذن الله تعالی اسلام و ایمان و احسان ما یک موضوع خاص میگیریم و بر شما بیان خواهیم کرد باذن الله تعالی. و از نوعهای عبادت که در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی ذکر می‌نماید، از بزرگترین نوعهای عبادت منهم می‌فرماید، یعنی از آن یک قسمت از نوعهای بزرگ از عبادتی که در اینجا باید قرار بگیرد، چون اساس تمام نوعهای عبادت که در نزد الله سبحانه و تعالی قبول می‌شود بر اسلام است، بر ایمان است، بر احسان است، با این سه درجات. پس تمام این نوعهای عبادت چه قولی باشد، زبانی باشد، چه فعلی باشد، عملی باشد، چه بر جوارح باشد، اعضای بدن باشد، همه انمی اعمالی که ما انجام میدهیم همه اینا برمیگردد به انمی سه مرتبه، بر اسلام، بر ایمان، بر احسان، بر این سه مرتبه قرار میگیرد. ثم قال رحمه الله تعالی، سپس مؤلف رحمه الله تعالی فرمود و منه، یعنی بعضی از این نوعهای عبادت، یعنی بعضی از بزرگترین نوعهای عبادتی که صرف آنها در غیر الله جایز نیست و هر کسی که اگر که این نوعهای عبادت در غیر الله صرف کرد و از جمله مشرکین قرار میگیرد یا که بر الله سبحانه و تعالی شرک آورده است، مؤلف برای ما شمایان این نوعها را ذکر می‌نماید. اول به شکل مختصر اینها را بیان می‌نماییم که سپس هر یک اینها را بر شما ان شاء الله تفسیر و بیان خواهیم کرد. از بزرگترین نوعهای عبادتی که صرف کردن آنها در غیر الله جایز نیست، این دعا کردن، دعا هست و خوف، ترس میگویند، رجا، امیدواری، توکل کردن
و رغبت کردن، رهبت ترس، خشوع و خشیه میگویند، ترس با علم و اینابه رجوع به سوی پروردگار کردن، به سوی دین او کردن، به سوی اسلام کردن و استعانه کمک یاری و استعاذه و همچنین کمک درخواست کردن و ذبح قربانی، نظر کردن و غیر ذلك من انواع العباده و غیر از این نوعهای عبادت، دیگری از نوعهای عبادت که هستند باید از برای الله سبحانه و تعالی این نوعهای عبادت قرار بگیرند، تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرند، نه از برای کس دیگری، نه از برای چیز دیگری، نه از برای کس دیگری، نه از برای چیز دیگری، چون صرف این نوع عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی شرک ثابت می شود و هر کس که بر غیر الله سبحانه و تعالی شرک ورد از دایره اسلام خارج می گردد. برای همینجا در این نوعهای عبادتی که در اینجا ذکر می نماید اینا خاص قرار داشته هستند، نباید در غیر الله صرف بگردن. در غیر الله صرف کردن اینها، این انسان برای خود ظلم و ستم بزرگی را قرار داده است. پس از این نوعهای عبادت که هر یک از اینها رو مبارش باید میکنیم. خوف ما گفتیم، ما قسمت اول از دعا هست، دعا کردن که ما میدونیم که دعا با خود قسمت ها دارد، ذکر خواهیم کرد ان شاء الله، چون رسول الله گفتن الدعاء هو العباده، دعا خود عبادت است گفتن صلی الله علیه و سلم. خوف گفتیم ترس از الله سبحانه و تعالی، نه ترس طبیعی، ترس مثلا انسان از یک شخص میترسد، از یک انسان مثلا ظالم میترسد یا که از یک در حیوان درنده میترسد، نه این گونه ترس، این ترس طبیعی در این داخل نمیشود، بلکه ترس عبادی باشد، ترسی که در آن عبادت داخل شود به قلب. و همچنین رجا گفتیم، در اینجا رجا میگویند یعنی که امیدواری. رجا چرا میگویند؟ رجا امیدواری میگویند، امیدواری کردن، امید بستن بر رحمت الله سبحانه و تعالی. سپس توکل هم این نوع از نوعهای عبادت است که برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، یعنی سپردن تمام امور برای الله سبحانه و تعالی، در تمام حیات زندگی خود به الله سبحانه و تعالی تکیه کننده باشی، توکل میشود. این پس رغبت کردن میگیم، یا که آرزو و محبت شدید. همچنین واسه چیزی اگر انسان چیزی رو اگر که دوست بدارد واسه آن رغبت میکند، به یک آرزو و محبت شدید واسه آن چیز برمیگردد، رهبت میشود. سپس همچنین رهبت این یک نوع از ترس است با احتیاط کاری از عذاب او سبحانه و تعالی. و خشوع میشود، دیگر قسمت از نوعهای عبادت خشوع میگویند. خشوع فروتنی میگوییم، ما میگه نماز تا با خشوع بخوان، با فروتنی بخوان، با خاکساری بخوان. و دیگر خشیه میگویند، بعد خشوع خشیه میشود. خشیه ترسی با علم است. خشیه رو چی میگویند؟ ترسی با علم میگویند، یعنی که انسان از الله سبحانه و تعالی با علم بترسد، از الله سبحانه و تعالی با علم بترسد، الله سبحانه و تعالی را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند و امید رحمت الله سبحانه و تعالی بنماید. و اینابه می شود دیگر قسمت از اقسام عبادت ها. اینابه میگویند، این اینابه روی آوردن، بازگشتن به سوی الله سبحانه و تعالی با توبه و محبت را میگویند. سپس استعانه می شود، دیگر از نوعهای عبادت درخواست یاری تنها از الله سبحانه و تعالی باید قرار بگیرد. و سپس استعاذه می شود، پناهجویی به الله سبحانه و تعالی از شر و بدی ها. و سپس استغاثه میگویند، دیگر از نوعهای عبادت. استغاثه کمک در وقت سختی، انسان در شدت در سختی میافتد، استعاذه از الله سبحانه و تعالی کمک یاری میجوید. سپس ذبح میشود، دیگر از نوعهای عبادت، یک از بزرگترین نوعهای عبادت ذبح قربانی میشود. ذبح این قربانی را میگویند، از برای الله سبحانه و تعالی تمام قربانی قرار بگیرد، نه از برای غیرش، نه از برای غیرش، چون قربانی از برای غیرش این شرک ثابت میشود. سپس نظر میشود، ما نظر کردن میگیم، انسان در یگان حالت نظر مینماید، نیت کردن، نیت میکنی با آن نیت باید وفا نمایی، بر همان نیتی که کردی با همون نیت باید انسان چیکار نماید؟ وفا نماید. این در آخر چی فرمود؟ و غیر ذلک من انواع العباده، و غیر از این نوعهای عبادت، و غیر از این نوعهای عبادت که باید از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرن. و غیر ذلك من انواع العبادات و غیر ذلك، و مثل صبر در روی الله سبحانه و تعالی، صبر در روی الله این عبادت است. و نیکی به پدر مادر این عبادت است. صله رحم این عبادت است. جهاد در روی الله سبحانه و تعالی از بزرگترین عبادت هاست. چی میفرماید؟ کلها لله تعالی. پس همه این نوعهای عبادت، چی ذکر کردیم چی ذکر نکردیم، کل از لفظ است. تمام نوعهای عبادت که در اینجا ذکر شد و چی ذکر نشد گوناگون است. نوعهای عبادت چی قولی و چی فعلی و چی زبانی باشد، پس همه اینها آن عبادتایی که الله امر کردگی است باید از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرن. برای همین دیگه فرمود مصنف میگه ما لم یذکره لله وحده لا شریک له، آن عبادت‌های دیگری که ذکر نکرده است باید همه این از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، چون او سبحانه و تعالی شریک ندارد. کلها لله تعالی، همه نوعهای گوناگون عبادت از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، گفت مصنف رحمه الله تعالی. پس در دوام چی فرمود؟ و دلیل، یعنی دلیل بر این نوعهای عبادت که همه
اینها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرن نه از برای غیرش. قوله تعالی یعنی دلیل بر واجب بودن صرف نمودن انا همین تمام نوعهای عبادت از برای الله سبحانه و تعالی قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. به درستی که مساجد الله سبحانه و تعالی از برای الله سبحانه و تعالی بنا شده هستند، پس شما عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی صرف ننمایید. و در این قول الله سبحانه و تعالی که مساجد از برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده هستند، شما عبادت در غیر او صرف ننمایید. و ان المساجد، مساجد جمع مسجد است و مسجد آن خانه ها، آن مکان هایی که از برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده هستند، خانه های الله سبحانه و تعالی که در آنجا بندگان الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی را عبادت می‌نمایند، از برای نماز بنا شده هستند، چه نمازهای فرضی باشد، چه نمازهای نفلی باشد، چه اعتکاف نشستن باشد، چه قرائت قرآن باشد و غیر از این نوعی که هست. این نوع تفسیر اول است که باید از برای الله سبحانه و تعالی صرف بگردند. و ان المساجد لله گفت، پس تمام آن مکانهایی که در آنجا باید نماز گزارنده شود تنها از برای الله قرار بگیرد. مساجد لله در این لام را تخصیص خاص قرار داد، یعنی که خاص سزاوار است در اینجا تنها الله سبحانه و تعالی عبادت کرده شود نه غیرش. در داون چی فرمود؟ فلا تدعوا مع الله احدا، فلا تدعوا نهی میکند، یعنی نهی در قرآن به معنی تحریم از حرام بودن است. آن چیزی که الله از ما من کرد در ما در قرآن یا که رسول الله صلی الله علیه و آله این به معنی حرام بودن است، یعنی این کار شما انجام ندهید، اگر انجام دادید مرتکب گناهی بزرگ شدید و شما بر این به جوابگری کشیده میشوید. فلا تدعوا، پس دعا نکنید در آنجا مدامی که این مساجد این زمین از برای عبادت الله هست. فلا تدعوا، پس دعا نکنید، نخوانید کسی را. فلا تدعوا، پس دعا دو قسم است، دو قسمت از دعا است. دعای مسئلت میگویند و دعای عبادت میگویند. دعای مسئلت سوال کردن از سوال است، طلب کردن از الله سبحانه و تعالی تو طلب مینمایی، این را دعای مسئلت میگویند. پس دعای مسئلت سوال کردن تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، تنها آن چیزی که انسان میخواهد با آن برسد از الله سبحانه و تعالی طلب نماید، نه از کسی دیگری، نه از کسی دیگری، تنها از برای الله سبحانه و تعالی باشد. هر چی که میخواهی از او طلب نمایی. و دعای عبادت میشود به مثل نماز، رکوع، سجده و هر نوع دیگر است، دیگری که هست. چی فرمود؟ فمن صرف منها، فمن صرف یعنی که هر کسی که صرف نمود منها بعضی از این نوعهای عبادت را، قسمت از این نوعهای در بالا ذکر شده را اگر که در غیر الله صرف نمود، من هنا شرطیه، در اینجا و من صرف من شرط است، شرط قرار داد. تمامی انسان‌های مکلفه که هستند از عاقل چیزن چی مرد باشد در این عام میشود. منها یعنی بعضی از این نوعهای عبادت را هر کسی که صرف نمود، مراد از صرف کردن نگه چیزی از نوعهای عبادت را، چی اندک باشد اندکی از این نوع عبادت را یا زیادی از این نوع عبادت را در غیر الله صرف کرد، لغیر الله عز و جل از برای غیر الله صرف کردی، فهو مشرک کافر میفرماید مؤلف. پس وای در این حالت مشرک می شود و کافر می گردد. مشرکون کافرون یعنی که شرک اکبر را انجام داد و مشرک شد، شرک اکبر، و کافر شد، کفر اکبر که از دایره اسلام خارج می گرداند. و دلیل قوله تعالی، و دلیل بر این که انا همین دعا کردن، چی دعای عبادت باشد، چی دعای مسئلت سوال طلب کردن باشد که این عبادت است و صرف این در غیر الله شرک است. الله می فرماید و من یدعو مع الله الها آخر، اگر هر کسی که با همراهی الله اله دیگری را بخواند، از او دعا و کمک یاری مدد طلب نماید. و من یدعو، کسی که دعا کند با شرط میگذارد. و در داون چی فرمود؟ فانما حسابه، جواب شرط میشود. بعد درسته که اگر هر کسی که با الله کسی دیگری را خواند، بعد درسته که حساب او آن واقعی که بر بالای سر او می آید جواب شرط. الله چی فرمود؟ و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به، هر کسی که بغیر الله کسی دیگر را بخواند یگام حجت ندارد، یگام دلیل برهان ندارد. لا برهان له به، این بیان حقیقتی آن چیزی است که با همراهی الله خوانده می شود. در آخر چیز یگام حجت برای این کاری که انجام میدهد ندارد. فانما حسابه عند ربه، با درستی که این کاری که بغیر الله شرک می آورد، غیر الله را می خواند،
به درستی که تهدید میکنند الله سبحانه و تعالی، به درستی که حساب این بلند در نزد الله سبحانه و تعالی است. انه لا یفلح الکافرون. در آخر چی گفت؟ به درستی که الله سبحانه و تعالی کافران را نجات نمیدهد. کافران نجات نمییابند. حسابه، یعنی حساب کتاب اینه که الله با این عمل شرکی که انجام میدهد تهدید میکند. البته که وای حساب کتاب مورد حساب کتاب قرار میگیرد. انه نتیجه همین کاری که بعد که انجام میدهد لا یفلح الکافرون. نتیجه همین کار چی است؟ انسان کافر می شود و این شرک آورده است و الله کافران را یفلح نجات نمی بخشد. هرگز و هرگز کافر در روز قیامت نجات نمی یابد. لا یفلح گفت، نهی کرده که هلاک مطلق برای او انسان می آید که انسان اگر این کار را انجام داد از اهل نار، از اهل آتش قرار می گیرد، بلکه از خالدین فی النار میگویند در آتش جهنم ابدی قرار می گیرد. انه لا یفلح الکافرون. هرگز و هرگز الله سبحانه و تعالی کافران را نجات نمی بخشد. کافرون یعنی نجات میوبان. اگر هر کسی که به الله سبحانه و تعالی کسی یا چیزی رو صرف کرد، برای در اول مقدمه چی گفت؟ فمن صرف منها، هر کی چیزی از این نوعهای عبادت را در غیر الله صرف کرد، در غیر الله صرف کرد، منها از این نوعهایی که در اول ذکر کردیم که قسمت اول از این چی بود؟ این دعا بود. دعا بود که دعا باید از برای غیر الله سبحانه و تعالی صرف نگردد. فهما؟ بارک الله فیکم. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. اگر هر کسی که بر الله کسی چیزی را شریک قرار بدهد، به درستی که الله جنت را برای او حرام میگرداند و مأواه النار. علاوه بر این که جنت برای انسان حرام میگردد و جایگاه وی جهنم قرار میگیرد و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز ظالمان را نجات نمی بخشد. ظالمان از رحمت الله سبحانه و تعالی دیگر در آن روز ناامید میگردند، چون از بزرگتر ظلم این چیست؟ این شرک بیاوردن بر الله سبحانه و تعالی است. پس این نوع عبادت دعا با دو قسمتش، دعای عبادت و دعای مسئلت، از برای الله سبحانه و تعالی باید حتما قرار بگیرد، نه از برای غیرش. اگر از برای غیرش قرار گرفت، پس چی گفت؟ انه لا یفلح الکافرون. الله هرگز و هرگز کافران را نجات نمیدهد. یعنی که در این آیه کریمه کسی که دعا را به غیر الله سبحانه و تعالی صرف کرد، نتیجه اون را چی گفت؟ کفر گفت. و کافر گفت چیز هرگز و هرگز نجات نمییابد. کافر هرگز و هرگز نجات نمییابد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این نوعهای شرک رهایی بخشد و نجات بدهد. پس این نوعی شرک دعا کردن می شود، نماز را دعا میگویند و دیگر انواع دعایی که هست، ترس، محبت، امید، توکل و غیره از چیزهایی که هست، ما اینا را برای شما ان شاء الله که یک یک ذکر می نماییم. چی فرمود؟ فلا تدعوا مع الله احدا. در آیه کریمه که ما خوندیم، پس شما با الله کسی را عبادت نکنید، هیچ کسی را، هیچ چیزی را. اگر شخص انسان نماز میگذارد، روزه میدارد، حج میکند، صدقه میدهد و علاوه بر این با الله کسی دیگری را میخواند، از او دعا و کمک یاری میطلبد، به مثل از شیخ، از قبر، از پیر و غیره و غیره کسانی که هستند، پس با الله شرک آورده است و الله سبحانه و تعالی مشرک را نمی آموزد و نمی بخشد. پس الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی می فرماید که و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون. حالا ما این رو ترجمه و تفسیر کردیم. هر کی با الله سبحانه و تعالی معبود دیگر رو بخواند، یقینا هیچ دلیلی بر این کارش ندارد. در حقیقت که یگم دلیل ندارد و حساب او در نزد پروردگارش هست. این تهدید است بدون شک و تردید. و کافران هرگز و هرگز رستگار نمیشوند. هرگز و هرگز کافران رستگار نمیشوند. در اینجا و من یدعو گفتیم شرطی است. هر کس، چی مرد باشد، چی زن باشد، چی دانشمند باشد، چی جاهل باشد، هر کسی که غیر الله را دعا کرده، غیر الله را دعا کرده، یعنی که عبادت را به غیر الله روانه کرد، صرف کرده، من شرطی است. همه آدمان را فرا میگیرد. اگر غیر الله دعا کند، او را بخواند، مع الله اله آخر، هر کسی یا هر چیز غیر الله سبحانه و تعالی هر شخصی را به سوی او روی بیارد، او را صفت معبود را بر او بدهد، صفت معبود را بر او بدهد، کسی را با الله شریک قرار بدهد، چی از پیامبران، چی از فرشتگان، چی از ولی، چی از صنم، چی از درخت، چی از قبر و غیر اینها، لا برهان له، بر این کاری کردهش حجت ندارد اصلا.
برایش هیچ دلیل و برهان نیست. یعنی عمل شرک هیچ دلیل ندارد، نه از جهت عقل، نه از جهت نقل، نه از جهت فکر اندیشه. در ادامه چی فرمود الله سبحانه و تعالی؟ فانما حسابه عند ربه. اینجا تهدید میکند اکنون کسی که این عمل رو انجام میدهد سپس مرحله تهدید میآید، یعنی حسابش نزد الله است و اوست که با کفرش او انسان را محاسبه حساب میکند و حساب به جزای چنین شخص حتما در روز قیامت مجازات او میرسد. در ادامه چی فرمود؟ انه لا یفلح الکافرون. نجات و فلاح و نجات برای کافران است. هرگز و هرگز او نجات را نخواهد دید و نخواهد یافت. پس هر کسی چیزی از نوعهای عبادت را برای غیر الله صرف کرد پس او مشرک میگردد، پس او مشرک می شود، علیه بالله کافر می شود، چون عملی شرک را انجام دادن هیچ اساس و حجت و برهان ندارد. با این کارش مادامی که حجت ندارد پس عمل او باطل است، عمل او باطل است. مادامی که عمل او باطل باشد پس نجات برای او دیگر ناممکن است و فتح و خوشبختی و پیروزی برای او دیگر هیچگاه نخواهد آمد و او از اهل توحید نخواهد بود. فلاح گفت در اینجا یعنی کامیاب نمی شود، نه در دنیا نه در آخرت. پس این نشان می دهد که مشرکان در هلاکت هستند و اگر که بر این حال بمیرند در عذاب جهنم قرار می گیرند. و دلیل این که دعا این عبادت است، رسول الله در حدیثی که از رسول روایت میگه الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. این حدیث در سنن ترمذی از انس بن مالک روایت شده است، اگرچه علما این را ضعیف گفتند و صحیح‌تر از این حدیث نعمان بن بشیر رضی الله عنه است که می‌فرماید الدعاء هو العباده. دعا این خود عبادت است، دعا خود عبادت است، دعا اصل و خود عبادت گفتند. دعا تنها یک بخش عبادت نیست بلکه دعا خود واقعا ماهیت عبادت را افاده می‌کند. پس محتاجی، نیازمندی، طلب رحمت و احتیاج تنها از برای الله سبحانه و تعالی کرد، نه از برای کسی دیگری. و دلیل دیگری که این را بیان می‌نماید الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و قال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و قال ربكم ادعوني، پروردگارت بر شما گفت، پروردگارشون بر شما گفت. چی گفت پروردگار به ما؟ ادعوني استجب لكم، شما من را دعا نمایید، من دعای شما را اجابت میکنم. اینجا دلیل مستقیم است، امر مستقیم است. پروردگار با شما فرمان داد، امر کرد، توصیه داد. چی را؟ ادعوني استجب لكم، شما من را دعا نمایید، من دعای شما را اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادت، بدرستی آن کسانی که از عبادت الله روی گردان هستند، روی میآرند، الله را عبادت نمیکنند، الله را دعا نمیکنند، خود را بی نیاز میشمارند یا غیر الله را عبادت مینمایند. ان الذين يستكبرون عن عبادت، بدرستی آن کسانی که از عبادت الله روی میگردانند، از عبادت من الله روی میگردانند، سيدخلون جهنم داخرین، زود است که آنها داخل جهنم میشوند، با خاری به جهنم وارد میگردند. در سوره غافر آیه 40 الله چی فرمود؟ ادعونی، یعنی من را دعا نمایید. پس دعا باید از برای الله صرف گردد، چون الله ما را بر این امر کرد. و سپس فرمود الذين يستكبرون عن عبادتي، آن کسانی که از عبادت من روی گردان هستند و روی میآرند از عبادت من الله سبحانه و تعالی. پس سبب روی گردان چی بوده است؟ یا جهل است، یا کبر و غرور است، یا بی‌نیازی است، هر چیز دیگری که باشد، بدرستی که بر خود ظلم کرده است و خاری را برای خود آورده است. پس دعا این اصل عبادت است. ادعونی استجب لكم، گفت شما من را دعا نمایید، من را بخوانید، من دعای شما را اجابت میکنم، گفت الله سبحانه و تعالی. پس هر کسی که از الله متعال، از خالق رازق مالک خود را بی‌نیاز بداند پس سرکشی کرده است و کافر شده است و جایگاه جهنم میگرده. و جهنم چی بد جایگاه است؟ و جهنم چی بد جایگاه است؟ پس اگر بر تو گفته شود که پس از کجا میدونی که این دعا خود عبادت است؟ از کجا دانستی که دعا عبادت است؟ قول رسول الله صلی الله علیه و سلم الدعاء هو العباده، دعا این عبادت است گفتن. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی گفتن ادعونی استجب لكم، شما من را دعا نمایید، دعای شما را اجابت میکنم. گفتن الله سبحانه و تعالی من را دعا نمایید و دعای شما را من اجابت میکنم. بارک الله فیکم. پس دعا خود عبادت است. الدعاء هو العباده در حدیث بیان شده است. و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این نوعی هلاک کننده در پناه اسمتش نگاه بدارد. این قسمت اول. و دوم مؤلف رحمه الله تعالی میفرماید و دلیل خوف قوله تعالی، و دلیل این که خوف یعنی ترس این عبادت است و صرف کردن آن همین ترس برای غیر الله جایز نیست. یعنی ترسن از غیر الله به مانند از صاحب قبر ترسیدن، از ولی ترسیدن، از اولیاء ترسیدن که برای انسان مصیبت می آورد، در حیات انسان ضرر می رساند. از این همان ترس است که شرک است.
این همان ترس است که این نمود ترس شرک حسابیده می شود و این نمود ترس باید در غیر الله صرف نگردد، تنها از برای الله صرف بگردد. چون الله میفرماید که فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. سوره اعراف آیه 375. فلا تخافوهم میفرماید از آنها نترسید بلکه از من بترسید اگر شما واقعا مؤمن باشید. شرط مؤمن بودن را چیز قرار داد؟ ترسیدن تنها از الله نه از غیرش. فلا تخافوهم یعنی از آنها نترسید، از آنها ترس نداشته باشید. این معنی است نهی است از شرک، از ترس از غیر الله سبحانه و تعالی و نهی در قرآن به معنای تحریم حرام بودن را می آید در بر میگیرد. یعنی که بر شما حرام است که از آنها، از مردگان، از اولیا، از دوستان شیطان، از دشمنان بترسید. ترس عبادت است این. پس خوف ترس باید تنها از الله سبحانه و تعالی بر او قرار بگیرد. در آن چه فرمود؟ فخافونی گفت. فلا تخافوهم نهی که در اینجا گفتم نهی در بگیرد تحریم حرام است. پس گفت فخافونی، پس از من پروردگارتون بترسید. از اولیای شیطان نترسید. فخافونی از دشمنان نترسید. بعد از الله بترسید. فخافونی در اینجا الله چی فرمود؟ امر کرد، فرمان داد که تنها از پروردگار بترسید. پس تمام آن اوامری که امرهایی که الله در قرآن کردگی است این دلالت بر عبادت می نمایند. صرف آن برای الله این عبادت است و صرف آن به غیر الله این شرک حسابیده می شود. در دوام چی فرمود؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمن باشید، اگر ایمان داشته باشید پس از من بترسید. پس اگر که بر من ایمان نداشته باشید پس از هر کسی میتونه بترسید، ترسیدن گیرید. از قبر، از ولی، از هر کسی باشد. پس هر کسی که از الله سبحانه و تعالی ترسید حق عبادت او را سبحانه و تعالی را ادا میکند. حق او عبادت او را سبحانه و تعالی ادا میکند. و ترس، خوف میگویند با خود نوعهای دارد. چگونه که علما رحمهم الله تعالی ترس را یک چند نوعی بر ما ذکر نمودند. ترس که عبادت است، ترس که عبادت است، ترس که انسان را به الله نزدیک میکند ولیکن این رو در غیر الله صرف کردن انسان را از الله دور میسازد. به گونه که شخص از ولی، از قبر، از صنم، از بت، از این چیزها، از ولی، از قبر میترسد و با اعتقاد که ترسیدن، با اعتقاد که او میتواند بر انسان ضرر برساند، در حالی که صاحب قبر مرده است، دیگه وای کاری کردن نمیتواند، بلکه وای نیاز دارد که در حق وای دعا نمایه. این است که شرک اکبر حسابیده میشه و انسان را از دوره اسلام خارج مینماید. دوم ترس طبیعی میگویند که در بالا نقطه ذکر نمودیم. ترس طبیعی، انسان مثلا از یگام حشرات، یگام حیوان میترسد، اینو ترس طبیعی میگویند. پس ترس عبادت میشود و ترس طبیعی، ترس فطری میشود. یا که مثلا انسان از حیوان میترسد یا که مثلا انسان از پدرش میترسد، این ترس طبیعی است، این بر ایمان انسان ضرر ندارد. سپس ترس خوفی، ترس مستحب میگویند، مثل ترسیدن از عذاب الله سبحانه و ترس واجب، مستحب یا که واجبش میگویند. ترسیدن از عذاب الله سبحانه و تعالی، ترسیدن از عذاب قبر، این مطلوب میشود، طلب کرده شده است از انسان. و همچنین ترس ممنوع، ترس ناجایز، یکی قسمت چهارم از ترس که این ترس جایز نیست که انسان بترسد از این. یعنی که تو رو امر می‌نماید که تو حجابت رو بگیر، تو رو امر می‌نماید که تو نماز نگذار، یا که فرمان الله را ترک کن، فرمان رسول الله را اجرا نکن، تو از وی میترسی این کار انجام نمیدهی. این ترس ممنوع است، ترس حرام است. جایز نیست که انسان از این گونه ترس ها عملی گرداند. این گونه ترس ها را، این ترس مذموم است، مذمت شده است، ترس باطل است و نباید انسان بترسد و عملی از دین را ترک نماید مگر در ضرورت. پس چه فرمود الله سبحانه و تعالی؟ فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین در آخر. پس شما از آنها نترسید بلکه از من پروردگار بترسید اگر شما واقعا مؤمن باشید. شرط مؤمن قرار دادن انسان را چی گفت؟ ترس. در ترس از آنها نترسید، از من بترسید. ترس حقیقی که با اعتقاد و عبادت پیوسته است و این ترس را با الله سبحانه و تعالی نزدیک میگرداند. اگر انسان از غیر الله ترسید او را بد میبیند، از او فرار مینماید، اما اگر انسان از الله ترسید به اون نزدیک میگردد و شیرینی های ایمان را میچشد. پس این ترس نیز یکی از نوعهای عبادت است که صرف کردن آن در غیر الله سبحانه و تعالی میتواند شرک اکبر باشد. اما ترس طبیعی گفتیم از حیوان، از دشمن، این شرک نیست، زیرا این عبادت نیست. و مؤمن حقیقی است که تنها از الله سبحانه و تعالی میترسد، از جزای او، از غضب او، دور شدن از رحمت او سبحانه و تعالی. از این چیزا واقعیت باید انسان بترسد. پس دلیل بر این که ترس عبادت است قول الله سبحانه و تعالی فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین. شما از آنها نترسید، از من بترسید اگر شما واقعا مؤمن باشید. پس ترس عبادت بوده، صرف آن در غیر الله این شرک است. سپس مؤلف رحمه الله تعالی قسمت دیگری از نوعهای عبادت رو برای ما و شما بیان می‌نماید، می‌فرماید و دلیل الرجاء.
رجا امیدواری می شود و دلیل آن که رجا یعنی امیدوار بودن، امیدواری این عبادت است و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی جایز و روا نیست و صرف کردن آن به غیر الله سبحانه و تعالی شرک حسابیده می شود. رجا یعنی که امید بستن، امید داشتن که نوعی از نوعهای عبادت است که با دلیل قرآن ثابت شده است که این امیدوار بودن، امید بستن این عبادت است و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی شرک حسابیده می شود. قول الله سبحانه و تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، هر کسی که امیدی لقا و آخری پروردگار را دارد، هر کسی که امیدی لقا و آخری با پروردگار را دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس حتما باید عمل صالح را انجام بدهد. شرط اول چیز، کسی که امیدی و آخری با پروردگار، لقای پروردگار را دارد، پس البته که باید عمل صالح انجام بدهد. در دوام چی فرمود؟ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و در عبادت الله کسی را شریک قرار ندهد. فمن کان یرجو یعنی امید و طمع دارد که با پروردگار وام خورد، که هر یک مؤمنان این امید رو داریم، اما نه تنها امیدی خالی برای انسان فایده نمیدهد. عمل شرط مهم است. فلیعمل عملا صالحا، الله سبحانه و تعالی فرمود فلیعمل عملا صالحا. امیدی خالی برای انسان فایده نمیدهد، آرزوی خالی برای انسان منفعت نمیبخشد، بلکه باید برای آن تلاش نماید، برای با هدف رسیدن باید تلاش نماید. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح و شایسته انجام بدهد. چون در این زمان ما و شمایان آدمان دل صاف بسیار شدگیان. دلم صاف شده است، میگه دلم صاف باشد، میگه نه نماز است، نه روزه است، نه حج است، نه زکات است، هیچ کار انجام نمیدهد، هر عملهای بد را انجام میدهد. با میگه که چیز اگر ور نسکت میگه دلم صاف باشد. الله چی فرمود؟ کسی که امید رحمت الله را دارد، ثواب امید ثواب او را در رزق دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح انجام بدهد. پس انا همین امیدواری، امید بستن تنها با عمل صالح پذیرفته می شود. پس کسی که امیدی پاداش الله را دارد و امید دارد که الله او را عذاب نمیدهد، داخل جهنم قرار نمیدهد، پس باید عمل صالح انجام بدهد. پس این لقای پروردگار لقای خاص است بر مؤمنان که الله با این لقا با پروردگار در روز قیامت از آنها راضی میگردد و بر آنها نعمت‌های از جانب الله سبحانه و تعالی داده می شود. اما با سبب چیز؟ با سبب فلیعمل عملا صالحا در دوام آیات، پس عمل صالح انجام بدهد. پس امید انسان، امید بستن انسان با چی قبول میشد است؟ با عمل صالح. فهمو؟ با عمل صالح. یرجو امید بسته است، ترس عذاب الله سبحانه و تعالی دارد، امید رحمت او را دارد. لقاء ربش مقصد دیدار مخصوص مؤمنان با پروردگارشان روز قیامت. معنی اون دارد که الله سبحانه و تعالی ثواب اعمالی که انجام میدهد با امید رحمت او هست، از عذاب او سبحانه و تعالی میترسد، با دیدار او و لذت دیدار او سبحانه و تعالی. لقا گفت معنیش دیدن است. واخوری با پروردگار مؤمنان در روز قیامت در جنت با چی می شود؟ فلیعمل عملا صالحا، با دوام آیت می شود. پس عمل صالح انجام بدهد. پس هر کی امید دارد باید عمل انجام بدهد، عمل صالح انجام بدهد، چون عمل طالع عمل بد هم هست. پس باید عمل رو نیک انجام بدهد، عملا صالحا. و انا همین عمل صالحی که انسان انجام میدهد، عمل نیک که انجام میدهد، با دو شرط در نزد الله سبحانه و تعالی قبول می شود. با دو شرط اساسی در نزد الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. یکم خالصانه از برای الله سبحانه و تعالی باشد، تنها از برای او باشد، نه از برای کسی. دوم، انا همین عملی که انجام میدهد مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. اگر سنت پیامبر مخالفت نمود، او عمل صالح نیست و پذیرفته نمی شود. از بدعت های روی گردان باشد، از ریاکاری روی گردان باشد. در دوام چی فرمود؟ در دوام آیت ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اینجا با نقطه خیلی مهمی هست. و در عبادت الله کسی واسه را شریک قرار ندهد. لا نهی کده شده است. لا یشرک معنی حرام است، نه که با الله کسی را شریک قرار ندهد. در شرک اکبر واقع نشود، نه در شرک اکبر، نه در شرک خرد و نه در شرک پنهان. در عبادت رب، در عبادت الله، که با همراهی الله کسی را شریک قرار ندهی. احدن، هیچ کسی را، نه ملائکه مقرب درگاه الله را، نه نبی را، نه فرشته را، نه ملائکه را، نه هیچ کسی را با الله قرار ندهی شریک. به عبادت ربه. بارک الله فیکم. پس اول امیدوار بودن، امید رحمت الله کردن، پس عمل صالح انجام دادن و با عمل صالح
کسی وسیله را شریک قرار ندادن، که اخلاص را از برای الله انجام دادن و این عمل را مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دادن. پس این است که در این حالت انسان رستگار میگردد، نجات می‌یابد. پس امید درست نمیشود مگر با عمل صالح. برای چی؟ فلیعمل عمل صالح، عمل صالح انجام میدهد. دوم چی گفت؟ عمل صالح شرط دارد. یکم اخلاص از برای الله باشد، دوم مطابقت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. گفته او پس هر نوع شرک، چی بزرگ باشد، چی خرد باشد، چی خفی باشد، اگر در عبادت داخل شد و مخته شد، نوع اندک یا که بزرگ باشد، پس این عبادت رو فاسد میکند و عمل انسان رو از بین میبرد و دین انسان رو چیز برباد میدهد. خلاصه هر کسی که امید رحمت الله دارد عمل صالح انجام میدهد. آرزوهای خالی انسان را بر جنت نمیرساند. آرزوها با عمل صالح پیوست بگردند. در این هنگام عمل صالح همچنین با اخلاص باشد، در آن شرک نباشد و مطابقت پیامبر صلی الله علیه و سلم. فهمو؟ سپس مؤلف رحمه الله تعالی میفرماید و دلیل توکلی، یعنی اینکه توکل این نوع از نوعهای عبادت است. توکل نوع از نوعهای عبادت است. بعدی که رجل را ذکر کرد، توکل را ذکر می‌نماید. ببین بیان می‌نماید که توکل یکی تکیه کردن بر الله سبحانه و تعالی، سپردن آن امر بر او سبحانه و تعالی، اعتماد بر او سبحانه و تعالی. این از بزرگترین عبادت‌های است با دلیل قول الله سبحانه و تعالی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بر الله توکل نماید اگر شما واقعا مؤمن باشید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله توکل میکند و الله بر او بسنده است. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بر الله توکل نماید اگر شما مؤمن باشید. و علی الله تاکید مینماید، یعنی که تنها بر او اختصاص قرار بدید توکل را. یک توکل تنها برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرید، نه برای غیرش. تنها با او تکیه نمایید. در کارتون، در حالتون، در مسئله هایتون از او بپرسید، چون او پروردگار است که تمام قدرت و اراده در دست او سبحانه و تعالی است. و علی الله، پس بر الله فتوکلوا گفت. فتوکلوا تاکید کرد. حتما این امر شرعی است، امر کده است، تنها بر او توکل نمایید. پس امر دلالت بر واجبیت می نماید، قاعده است. پس هر چیزی که در قرآن امر است این عبادت است، به معنی وجوب می آید. واجب است که تو بر الله سبحانه و تعالی توکل نمایید، بلکه از بزرگترین عبادت هاست. بنابراین در آیه فرمود ان کنتم مؤمنین، چون تنها مؤمنان هستند که بر الله توکل می نمایند. همین نیست؟ تنها مؤمنان هستند بر الله توکل می نمایند. ما تا حال یگان کافر را ندیدیم که بر الله توکل نماید. فقط بر سبب ها کافرها فقط بر سبب ها چنگ میزنند. همین گناه است بر سبب ها. اگر حیات آنها را بینگری، آنها فقط آن کاری که بر دنیا میخواهند برسند در دنیا بر سبب ها به نهایت قوی چنگ میزنند، ولی که توکل بر الله ندارند، اعتماد بر الله ندارند، باوری بر الله ندارند. پس ما در توکل قرار داریم. این کنتم مؤمنین گفت. پس توکل شرط برای صحت و سلامت بودن ایمان است. پس ایمان بدون توکل درست نمیگردد. یعنی اگر حقیقتا انسان بر الله سبحانه و تعالی توکل نماید، پس او پیروز و کامیاب نشود. پیروز و کامیابی رو به دست میارد. نشانه اساس ایمانداری بنده بر پروردگارش میشود، چون اعتماد قوی به الله سبحانه و تعالی دارد. اگر کسی خود را مؤمن شمارد ولی بر الله توکل نداشته باشد، پس ایمانش ناقص است، ایمانش کامل نیست. شاید هم ایمان هم نداشته باشد، چون تنها مؤمن است بر الله توکل میکند. و بدون که توکل کردن این خنک نشستن نیست. در جا می نشینی و میگی من توکل بر الله کردم، این توکل نیست. و توکل علما میفرمایند که مثل یک زحمت دهقان است. اگر دهقان نباید کار و فعالیت نکند، زمینی وای ثمره نمیدهد. زمینی وای چیز ثمره نمیدهد. ولی دهقان از پی کار و فعالیت میشود، زحمت میکشد، بر اسباب چنگ میزند، سپس دلش رو با او سبحانه و تعالی میسپارد و آنچه که زحمت کشیده و کاشته بود سپس بر الله سبحانه و تعالی اعتماد مینماید که برای وی زراعت خوب خواهد داد. نه خاک، نه آب، تنها الله هست که میدهد. اما این خاک و این آب که از این زحمت است، این سبب میشود برای نشو نمای وی با خواست الله سبحانه و تعالی. پس توکل تکیه کردن، اعتماد کردن، باوری کردن بر او سبحانه، اطمینان داشتن بر او سبحانه و تعالی، باوری کامل. بارک الله فیکم. چی فرمود؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر هر کسی که بر الله توکل کرد و پس او بسنده است. و من یتوکل علی الله، هر کسی که با دل راستین کار خود را با الله بسپارد و با او تکیه کند، مطمئن باشد که کارش حتما به نتیجه نمیگردد. فهو حسبه، پس الله برای او کافی است. الله او را بسنده است. الله برای پشتیبانی برای او کافی است، چون الله سبحانه و تعالی مدبر و کارساز است. پس کسی که به الله سبحانه و تعالی توکل کرد، الله برای او کفایه است و آخرتش آباد میگردد. پس و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله توکل نماید الله برای او بسنده است. این آیه کریمه یک دلیل قوی است برای اعتمادی بنده با پروردگارش. مسئله رزق و روزی، مسئله مشکلات انسان دور شدن و از فشارها، از سختیها خالی گشتن،
پس تو وظیفت رو اجرا می‌نمایی، کارات رو می‌کنی، بر الله توکل می‌نمایی. سپس و می‌فرمایند علما که توکل مانند بستن ریسمان بر یک ستون قوی است. مانند بستن ریسمان بر یک ستون قوی است. اگر تو ریسمان رو بر ستون قوی بستی، پس نتیجهش این است که انسان کامیاب می‌گردد. اما اینجا یک نقطه کوچکی است. وقتی که تو ریسمان رو بر ستون قوی بستی، ریسمان هم قوی است و ستون هم قوی است. نه تکیه بر ریسمان میکنی، نه تکیه بر ستون، بلکه چیکار می‌نمایی؟ بلکه نتیجه رو بر الله سبحانه و تعالی میسپاری. اگر حقیقتا بر الله سبحانه و تعالی تکیه می‌نمایی، اما تو بر این ریسمان تکیه کردی، بر این ستون قوی تکیه کردی، ناکام میشوی. فهمه؟ بارک الله فیکم. پس این آیه کریمه که الله کافی است، این یک کلید درهای رحمت الله سبحانه و تعالی بر بندگانش است. یک تصدیق عملی است. الله بسنده است، الله بزرگ است، الله کافی است. والله غالب علی امره، الله بر امر خود غالب است. پس تکیه کردن، اعتماد کردن به الله سبحانه و تعالی، نتیجه کارها رو بر او سبحانه و تعالی واگذاشتن. پس توکل بر غیر الله شرک است و کفر و ضلالت است. توحید انسان را از بین میبرد، عبادت انسان را فاسد میکند. و توکل یکی از عبادت‌های قلبی است. پس توکل با ایمان خیلی یک رابطه زیج دارد، یک رابطه قوی دارد که ناکندنی است، شکست ناپذیر است. این توکل است. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی قسمت دیگری از نوع‌های عبادت رو برای ما بیان می‌نماید و دلیل رغبت و رهبت و خشیه. یعنی سه قسمت رغبت و خشیه را، سه قسمت را با همدیگر جمع کرد. دلیل اینکه این سه قسمت با همدیگر اینها عبادت هستند و اینها با همدیگر در معنا نزدیک هستند، چون رهبت یکی از نوع‌های خوف است، یکی از نوع‌های ترس است و خشوع این خضوع و فروتنی است. فروتنی و خاکساری ما تاجیکا میگیم. خشوع را تاجیکا هم خشوع استفاده می‌برن اصلا، اما خشوع کلمه عربی است، با تاجیکی فروتنی و خاکساری را میگن. رغبت، طمع، امید و نعمت الله سبحانه و تعالی، این هم عبادت است. و رغبت یا که رغبه بالاترین مقامی رجا امیدواری است و رهبه می شود، ترس از عذاب او سبحانه و تعالی، این هم عبادت است، یکی از نمودهای ترس است. و خشوع گفتیم، فروتنی، این هم از نوعهای عبادت است. و این که این سه قسمت نوعهای عبادت هستند دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم، به درستی که آنها، يسارعون في الخيرات، در کارهای خیر سبقت میکنند، در کارهای نیک شتاب می‌ورزند، و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا خاشعین. همین سه قسمت عبادت ها در این یک آیه کریمه ذکر شده است. و ما را با امید و با ترس میخوانند و همیشه برای من با تواضع و خاکساری با خشوع، یعنی بر من خشوع میکنند. سوره انبیاء آیه 90. پس انهم كانوا يسارعون في الخيرات، به درستی که آنها در کارهای خیر سبقت میکردند با هم، یعنی آنها پیامبران الله سبحانه و تعالی، بندگان نیکوکار الله سبحانه و تعالی، آنها در کارهای نیک پیامبران با همدیگه سبقت میکردند. این برای ما درس عبرت است که ما در کارهای نیک باید با همدیگه سبقت نماییم، در کارهای نیک. اما متاسفانه امروز مردم در کارهای دنیایی با همدیگه مسابقه می‌نمایند، سبقت میکنند، نه در کارهای دین. اما پیامبران با دلیل این آیه کریمه سوره انبیاء در کارهای نیک با همدیگه سبقت میکردند، پیش دستی میکردند، نیکی رو سخت جستجو میکردن، در نیکی پیش صف بودن. پس انا همین انسانی که در نیکوکاری پیش صف است، این نشانه بیداری ایمانی بنده است. اما انسانی که فقط طمعش دنیا است، این نشانه قلب مرده بنده است. در دام چی فرمود؟ و یدعوننا رغبا و رهبا، ما را با رغبت با رهبت دعا میکنن. آنها الله را با امید رحمت و مغفرت و ثواب و پاداش میخوانند و همزمان با ترس، رهبا، از امید ترسن، از عذاب او سبحانه و تعالی میترسن. به سوی او سبحانه و تعالی با امید رغبت دارن، از رحمت او امیدوار هستند، از مغفرت او امیدوار هستند، از ثواب پاداشی که الله برای آنها امیدوار هستند، ولیکن همزمان از عذاب او سبحانه و تعالی نیز میترسند. و کانوا لنا خاشعین، یعنی آنها برای الله خشوع با فروتنی بودند، با پستی، با خاکساری، با اطاعت کامل در ظاهر باطن. و کانوا لنا خاشعین، و خشوع با معنای نرمی دل رو میگن و فروتنی پیش پروردگار عظیم الشأن. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی اولیای خود رو تعریف و توصیف میکند. در کارهای خیر سبقت میکردن، اعمال نیک، در انجام اعمال نیک فعال بودن، دایره عبادت آنها با امید بود، با رغبت و رحمت الله و ترس از عذاب او، رهبه. پس دعا با ترس و امیدواری، میفرمایند علما، این محور عبادت است، با امید و ترس. و همه این اعمال ها را با کانوا لنا خاشعین، با خشوع، با فروتنی
انجام میدهند. این از اصلی آن عبادتی که از بندگان از ما و شما باید پذیرفته شود، قبول شود و ما با این عبادت ها امر شده ایم. بر این عبادت ها ما امر شده ایم. پس این صفات ها را الله سبحانه و تعالی در شأن پیامبران و اولیاء ذکر نمود. پس هر مؤمنی که این صفات ها را دارد از اولیاء الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. و اگر این صفات را در غیر الله سبحانه و تعالی صرف کردی، به درستی که اعمال شرک را انجام دادی. پس اعمال شرک را انجام دادی، از راه اسلام خارج شدی. پس توحید عبادت کامل نمی شود مگر با جمع کردن امید و رحمت و ترس و عذاب و فروتنی و کنالان خاشعین. و سپس دلیل خشیه میفرماید مؤلف و دلیل خشیتی. دلیل خشیه این خوف با علم است گفتیم. خشیه ترس با علم رو میگن. دلیل این که ان همین ترس با علم باید از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد و این عبادت است. قول الله سبحانه و تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. او میفرماید به درستی که از بندگان الله سبحانه و تعالی تنها عالمان دانشمندان از الله میترسند. ترس حقیقی این دانشمندان دارن از الله سبحانه و تعالی، نه غیرش. پس مؤلف رحمه الله تعالی هر نقطه‌ای که در اینجا ذکر یادآوری کرده ایستاده است، دلیل آن را از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما آورده ایستاده است. پس دلیل خشیه رو که ترس با علم است، قول الله سبحانه و تعالی سوره فاطر را آورد. این تنها عالمانی که از الله میترسند با علم الله را شناختن، از الله خشیت دارند، چون آنها هستند که بزرگی و قدرت عظمت الله سبحانه و تعالی را شناختند با علم، با دلیل. از این رو ترس آنها از ترس هر کس دیگری بالاتر است و عظیمتر است و آنها در نزد پروردگار، در نزد عظمت او، در نزد حکم او خاشع‌تر و فروتن هستند. این چی قدر که علم و معرفت بنده به الله سبحانه زیادتر شود، همون قدر ترس بنده از پروردگار بیشتر میگردد. برای همین در آیه‌ای که ما در بالا خوندیم فلا تخشوهم واخشونی، از آنها نترسید از من بترسید امر کرد. در اینجا امر بر ترس الله سبحانه و تعالی. فلا تخشوهم، از آنها نترسید، عمومی است. نباید انسان احساس ترس از مردگان، از شیخا، از پیرا، از قبرها، از هر کس دیگر نماید. بارک الله فیکم. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی نقطه دیگری را برای ما ذکر می نماید که این هم نوعی از نوعهای عبادت است. و انیبوا الی ربکم، انابت، رجوع به سوی پروردگار، بازگشت حقیقی با محبت و اطاعت به سوی پروردگار بازگشتن، با توبه، نه از برای غیرش. و انیبوا الی ربکم، و به سوی پروردگارتان باز بگردید با اطاعت و فرمانبرداری، با توبه. الله سبحانه و تعالی در اینجا بر ما بندگانش امر می نماید و انیبوا، با فرمان اینابه، بازگشت با اطاعت و توبه به سوی پروردگار. و امر گفتیم دولت بر واجب می نماید. پس اینابه از جمله عبادت هاست، یعنی بازگشتن به سوی او سبحانه و تعالی در همه حالت با توبه. و اسلیموا له گفت در اینجا، و بر وی تسلیم بشوید، یعنی که خالص از برای او با توحید تسلیم فرمان او بشوید. چون اگر بنده به توحید تسلیم فرمان الله بگردد، وای از جمله موحدین قرار نمیگیرد. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید که ان یثق فی الله تعالی، این که بر الله سبحانه و تعالی اعتماد بیورزد. اینو بعد یعنی والاعتماد علیه انه ناصره، و اعتماد بر او سبحانه و تعالی ببنده که اون نصرت دهنده او است و کافی او است، و اعتماد بر او سبحانه و تعالی نماید، نه به غیرش. یعنی انسان پورا به الله سبحانه و تعالی اعتماد نماید، اطمینان ببندد، اعتماد کامل، مطمئنی کامل که الله ناصر اوست، محافظ اوست، کفایتگر اوست. بغیر او تکیه نکند، تنها بر او تکیه نماید. بغیر او اعتماد نکند، تنها بر او اعتماد نماید. نصرت در غیر او نبیند، تنها از جانب الله ببیند. محافظت تنها از الله ببیند، تنها الله کفایتگر او است. پس خشیه ترس علم است، ترس است که بر اساس معرفت بزرگی و جلالت الله سبحانه و تعالی به وجود میآید. باید تنها از برای الله قرار بگیرد. و اینابه، بازگشت با محبت و اطاعت با قلب و با اعضای بدن، عبادت است که تنها از برای او سبحانه و تعالی قرار بگیرد. برای همین در آخرش گفت فلا تخشوهم واخشونی، پس از آنها نترسید، پس از من بترسید، از من پروردگار بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید. پس هر کس که این خشیت، ترس با علم و اینابه، بازگشت به سوی او را در غیر الله صرف کرد، از جمله مؤمنان قرار نمیگیرد، بلکه از جمله مشرکان قرار میگیرد. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق عمل کردن رو بدهد، توفیق عمل کردن رو بدهد. بر آنچه که گفتیم شنیدیم بر این ما عمل بسازیم، عمل نماییم. چون علم به عمل برای انسان وبال است، مثل یک زنبوری به عسل است. زنبوری به عسل برای کی لازم است؟ برای هیچ کس لازم نیست، بلکه صاحب زنبور از خود زنبور اول خود خلاصی می‌یابد. برای همین علما فرمایند که العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. عالمی که با علم عمل نمی‌کند
پیش از بتپرستان، پیش از مشرکان عذاب کردن می شود. خیر در این نقطه ما توقف میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. پروردگارا بسی تو اینابت میکنیم و دعا میکنیم که پروردگارا بر آن چیزی که شنیدیم توفیق آن بده که نیکوترین آن رو بگیریم و بسی تو با اینابه، با خشیه، با رغبه، با رهبه، با خشوع باز بگردیم و دعا را بسی تو روانه بسازیم. تنها از تو دعا کنیم، تنها از تو دعا طلب نماییم و توکل رو بر تو نماییم، بر تو تکیه نماییم و پروردگار رو بر ما علم سودمند نصیب روزی بگردان و توفیق بده که از جمله بندگان قرار بگیریم که با خشیت، با خشوع تو را عبادت نماییم، با علم تو را عبادت نماییم. پروردگار در آنچه گفتیم بر ما خیر، برکت و امیدواری رو نصیب بگردان. پروردگار ما را شامل رحمت خود قرار بده و ما را از رحمت خود بنصیب نگردان. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.